امروز میخوایم بریم ویدیو شورتس کومان رو ببینیم. آماده اید؟ برو بریم. چطور بچه‌ها؟ من بوی هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با چه ویدیویی؟ اومدیم با یه کانتنت متفاوت دیگه، مثل بقیه کانتنت همون که بسیار متفاوته. اومدیم با ریاکت به شورتس ویدیوهای کومان و چه کانتنتی بهتر از چنل کومان، چه کانتنتی سرگرم کننده تر از ویدیوهای کومان. و گفتم که بیام بشینیم امروز با هم شورتس ویدیوهاشو ببینیم. خیلی وقتم بود ریاکت نذاشته بودم. گفتم که برای اینکه بیام جبران بکنم دیگه باید یه ویدیو ریاکت خفن و متفاوت بذارم و امروز اومدیم که ویدیوهای کوتاه چنل کومان رو ببینیم یا همون شورتس ویدیوهاشون. جدی نخوام دروغ بگم، خودم چند تا ریلزاشون رو توی اینستا دیدم، ولی گفتم که امروز با شماها بیام ویدیوی شورت کومان رو ببینم و کلی با هم دیگه خلاصه کیف بکنیم. پس دیگه بیشتر از این لفتش نمیدم، بریم که هرچه سریعتر ویدیو رو شروع بکنیم. لیتس گو. اول ویدیو اینجوری کرده بودم و معلوم نبود و بالاخره اینو باید حتما نشون میدادم. بریم که اولین ویدیوشون رو شروع بکنیم ببینیم چجوریه. حسن با این هم ویدیوشه که چیز خیلی گرون کرده بودم. آخه کدوم راحت تر بود؟ این چنده؟ $1850. باورم نمیشد خدا من داده شد. باورم من با نه جدی سر کسن انقدر شورت شورتیه ناف داره. ناف داره چرا؟ خیلی فاق تیزی داره. بذار دیگه شورت چرا این شکلی بود؟ کی یه دونه ناف دوم میخواد؟ واقعا اون شکم داره $300. $300 شورت. وای وای وای. من روش بخوابم. این که یه خاطر بازی میشه و یه دور انگار دوباره با هم انگار داریم ویدیوهاشون رو میبینیم، خیلی حال میده. بریم پایینی. موجود افسانه بعدی اسمشون من عاشق این، بذار یه لحظه ببخشید خیلی حرف میزنم. من عاشق این سری ویدیوهایی که میرن چیزای افسانه ایرانو میبینن و اون قسمتایی که میرن غذای ایرانی رو تست میکنن. من عاشق این قسمتاشونم. فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. یه لایک هم بزنید، حمایت فراموش نشه. همینجور که من لایک میزنم برای ویدیو کومان و همینجور خودتون میزنید برای ویدیوی منم بزنید. خب مگه من اینجا چه گناهی کردم؟ یه لایک دیگه بزن، لایک و بریم ویدیو رو ببینیم. مردم شهرستان پاسارگاد وقتی فصل باران به ببخشید ببخشید اسم این موجود افسانه خدا بود. موجود افسانه بعدی اسمشون هست کوسنکلو. مردم شهرستان پاسارگاد وقتی فصل باران به تحصیل میافتاد، مردم روستا دست جمع میشدن میا و که روش نمیشه بگید. عالی. این صدا زدن‌ها در قالب ترانه‌خوانی بوده آواز میخوندم و ازش درخواست باران میکردن. به بی میخوره که بالای ابراز. درست. موجود بعدی اسمش دنگلنگوز شدم گوزه. روز فیل شاهسوند به موجود ترسناکی اعتقاد دارن که برخلاف اندام انسانی صورت غیر عادیه. سی قیافش خود دنگلگوزه. میگم سیه. درست. موجود اسمشون این بعدی سری آخر خدا بود واقعا و وقتی میا میخواست بگه جر میخوردم من. و راستی این لباس رو من الکی نپوشیدم، به عشق پادشاه کوروشتوپیا من لباس رو پوشیدم. حالا شاید بگین چرا الان چه ربطی داشت؟ من وقتی ویدیوی کوروش رو میبینم اینجوری قلبم گل و شکوفه میزنه. میدونی چی میگم؟ یه نوکرت هم کوروش، نمیدونم حالا ویدیو رو میبینی یا نه، ولی دیگه من کوروش توفیای اینجوری تعصب میکشن، تعصب پادشاه کوروششونو و آره دیگه نوکرم. برو بریم ویدیوی بعدی. کاخ بزرگم. دشمن اگه نزار وای چیش بود. نمیذارم نزدیک کن. منو رها کن. واقعا آموزنده بود. خیلی نمکیه. پاستیل کرمیز ماره. وای این سرشو. تا صبح ماره. دستش اصلا Mamma mia, mamma sei tu una cancella.
خیس نکنید خورد. پس زدیم. وای اینو پاشه این چیه خریدی تو کور؟ این کاخه من اصلا باورم نمیشد که کوروش رفته بود یه سالون رو گرفته بود و توش قلعه بادی. چرا اصلا کوروش دوستش دارم واقعا خیلی کارهای سمی میکنه دوست دارم مثل خودم اسکل ببخشید البته کوروش مثل خودم یه کاراکتر روانی درونی داره اسمم معلومه دیگه. سریع ترین حالتی که بتونی یک مافین رو بخوری. رکوردش 15 و 25 صدام ثانیه. 15 ثانیه من خیلی کارا میتونم بکنم. 5 ثانیه هم کافی. باز ایمان هنوز داری میخوری؟ مثل ایمان بردش بده 54 جلو تو دهنم بزرگتر رو همه با هم نخور تو دهنت. کوروش اومد مثلا تریک بزنه 2 تا گاز زد 10 یه گاز گازهای کوچیک. سریع ترین حالتی که بتونی آن اینم بگم که داشتم ایمان میدونستی که ما شیرازی خیلی دوست داریم خیلی تعصب تو میکشیم اینجا نوکر ماچ بده نمیدونم ویدیو رو فکر نکنم ببینید ولی از همینجا میگم که عاشقتم داشتم همشهریمون مرسی واقعا از غذا خوردن تو اشتهای زیادت نشون دادی یه شیرازی نابی میدونی. این ویدیوشون هم که میخواستن رکورد بزنن کوروش خیلی ایزی بود اولش و نگاه کن چی گفت اینجا مافین رو بخوری. رکوردش 15 و 25 صدام ثانیه. 15 ثانیه من خیلی کارا میتونم بکنم. تو 15 ثانیه من خیلی کارا میتونم بکنم نصفشو نتونست بخور. چرا واقعا تست نکرده الکی گوشت بازی می‌خوای ما هم یا نگاه می‌کنه. وای بخوریم بله. ویدیو خداست خوشمزه. ویدیو خدا بود. اگه شروع کردم به جیغ زدن و گریه کردن تعجب نکنید. خیلی خوب. همیشه کیمچی و سرروحه کارتون قرار بدید. بفرمایید. میمیکای صورت کیمیا خداست. با هم دیگه مهربون باشین هم دیگه رو ببخشید. کسی اشتباهی میکنه من تو گوشت بازی می‌خوای ما هم یعنی میاد 2 دقیقه دیگه میگذشت پاره میکرد که ایمانو و این رابطه کوروش و ایمان یه چیز دیگه است واقعا دیگه بحث دیگه ای داره میدونی چی میگم و تو این ویدیو واقعا میا گناه داشت ولی خب واقعا هم نخواهیم دروغ بگیم سهمشو دادن یعنی باز بهش غذا دادن و این پاکدلی و صاف و صادق بودن مهربونی و بزرگی بخشندگی و هر کس نداره که ایمان و کوروش بزرگ نه من میالندم دوست دارم میالندی ها هم داشتمان حالا تو کامنت بنویس میالندی هستی یا کوروش توپیایی ببینیم چند به چنی ببینیم کی زورش بیشتره ببینیم ارتش کی بزرگتره تو کامنت های ما هم کدوم دست بالاتر هستن بنویسید حتما. اوکی نکست شو. من تو گوشت بازی می‌خوای اینو دیدم کومان سال 1402 مرسی ازتون بذارین حالا ویدیو تمام شد حرف میزنم اینو توی شورتساشون توی ریلزاشون دیدم ورود کن چلیست کوروش لباس به کاستومش کنه موهای بدنم سیخ شد. یه تشکر واقعا باید بکنم از کومان و از کوروش ایمان میام که واقعا با کانتنت خفنی که میسازن دل خیلی ها شاد کردن واقعا روزای جمعه مخصوصا که ویدیو جدید دارن واقعا این جمعه رو خاص میکنه که منتظریم که کومان ویدیو بذاره مرسی ازتون من واقعا عاشق کانتنتاتونم و به نظر من
با اختلاف یکی از بهترین یوتیوبرها و کانتنت کریئتورها هستید شما. مرسی ازتون. اینم چون این ریلز دیدیم، این شورت ما قاطی کردم این دوتا رو. اینم چون این شورت ویدیو رو دیدم یادم افتاد بگم که دمتون گرم، واقعا خیلی خفنید هر سه تاتون. قاچ بازی کنیم. قاچ بازی. یه بار دیگه نکن. چون مثل فکر کنم ایمان واقعا با سر میشکونه این دونه رو. خوی وحشیگریم داره زنده میشه با این کار. ورود کن کوراش، ورود کن، ورود کرد. 350 اندازه وزن کردم. مساوی شدیم. برابر نیست. من یه شقه رفتم. بابا من از چی میترسونی؟ یه شقه. قاچ بازی کنیم. عاشق ضربه ایمان بودم. یه چیزی بگم که من واقعا عاشق این لباساییم که کوروش میپوشه، یعنی اون یه بار دیگه چی میگفتم؟ چی میگفتم؟ مرچ. من عاشق مرچ کومانم و خیلی خیلی منتظرم که تو ایرانم بیاد و 100% که از اول نفرایی هستم که میخرمش. خیلی دوست دارم لباساشون، خیلی باحال، خیلی خوشگله. چند تا ویدیو رو دیدیم با هم، 7 تا ویدیو رو با هم دیدیم. یه نظری دارم این که بریم اولین ویدیو شورتسشون رو ببینیم که یه خاطر بازی هم بشه. باز میدونید نه من اینو نمیخوام. این گوش بده من. قبل از اینکه گوشتم داشت. با این ویدیو همه چی بستم. روز گرمه نه این جمله نه. هم گرمه واقعا حسین بده. علی از توی کیسش یه دونه بستنی غیر در بیاره. صورت هر کی. من اونو نمیخورم. بستنی پیتزای پپرونیه. من خیلی وقت خوشمزه بشه. این واقعا تو بیا تو خوشمزه جای من. بود، یادم نیست. من حاضرم قیمه رو هر روز بخورم. دلم خیلی ضعیفه. کیلوه. قیمه میتونم بکشه منو. من اینو نمیخوام. ویدیوشون مال فکر کنم 2 سال پیشه، 1.5 سال پیشه. خیلی قدیمیه و خیلی خوشحالم که این ویدیو شورتس رو نگه داشتم با شما ببینم. اوکی برو بریم بعدی. لایک بکنید. چی شد؟ آیا هر چیزی که رو اینترنت میبینیم واقعا نه داره؟ نیست کور. 2 نفر است. اینو بکنم تو. این دست ورزشیه. آقا یه لحظه باز معذرت میخوام، استاپ کردم دیگه خسته کننده شده، عفونت‌زا شده، سرطان‌زا شده، مثل اید شده. نه فوش نده ببخشید دارم عذرخواهی میکنم. ادیتور ویدیوهای کومان و ویدیو شورتس کومان کیه؟ واقعا دوست دارم بدونم. این چون خودم ادیتورم کلا، یعنی ادیتور ویدیو خودم هستم، خیلی دوست دارم ادیتو این چیزا رو و واقعا ویدیو شورتس کومان خیلی خلاقانه و خیلی فکر شده و خیلی کار شدن، میدونی، یعنی خیلی روش کار میکنن، خیلی روش وقت میذارن، خیلی عالیه. واقعا خیلی دوست دارم بدونم کیه ادیتوراش. میخوام اینم چقدر سریع کنم. همش به لگنه. داره یه کار دیگه میکنه ایمان دیگه کلا. اسمش از شیک ویت. توش بات. وای داره فقط دارکتر میشه. مکانیکیه. خب این جلو بازوه. این پشت بازوتره. این توی اصلا پشت بازو بعد دل به کار بدی. اینجوری شلکی جواب نمیده. دو دستی اولا. نه دو دستی. دو دستی چون که جفت بازات میخوای چیز بیشتر. آها. برای این ورزش بریم. همش به لگنه. بیا میفهمی؟ بیچاره کیا چه زجر میکشه از دست کوروش ایمان. اینجا من یه بار دیگه ببینم. بسته برای این ورزش بریم بعدی. کوروش ایمان نبود، خدا بود. میریم که
آخرین ویدیو رو هم با هم دیگه ببینیم. میدونم منم واقعا دوست ندارم ویدیو تموم بشه، ولی بریم آخرین با هم دیگه ببینیم و ویدیو رو تموم بکنیم. اوکی. تو اومدی عصبانی شد میاد. اومدی خیلی ناکن داره نگاه میکنه. Really soft spice داشته spice. فقط تزیینیه. اوه میاد. یه بار دیگه میاد. خیلی بزرگه. مگه داری مثلا چه کلوفته این. کلوفتی برام نیست مهمه. آره این قدیمی داری واسه اینکه دارم میدم. اوه های. این اصلا یه لول دیگه است. نه تنها همه چیو میکنه، اگر میترسه بگی میشه. باید رفیق شد، تموم شد. ببین الان میکشت. فکر نمی کنم بیشتر داره به عنوان تومه بهت نگاه میکنه. منو دوستم بوا. کورو چند چی بود؟ بریم اندونزیا میشه اینو بخوریم. کی آقا ایمان؟ نمک میزنیم بهش. عنکبوت و چه میدونم یوگانا و یوگانا چی هستش؟ ایگوانا منظورش. خب بچه‌ها امیدوارم شما مثل ما امروز کلی چیزای جدید یاد گرفته باشید. چی مثلا؟ مثلا امروز تو این ویدیو یاد گرفتیم که جدی نمیدونم چی یاد گرفتیم. در کل امیدوارم امروز کلی حال کرده باشید، کلی با این ویدیو کیف کرده باشید، لذت برده باشید. این هم بود از ویدیو امروزمون. این چرا منظور کلمه؟ این هم بود از ویدیو امروزمون. اگر دوست دارید که بریم ویدیو شورتسای بقیه رو ببینیم، مثلا بیشتر ویدیو شورتسای کومان رو ببینیم، یا مثلا بریم ویدیو شورتسای مثلا میا رو ببینیم یا آریا رو ببینیم، نمیدونم، یا ویدیو اصلیشون رو اصلا ببینیم و ریاکت بریم، حتما توی کامنت برام بنویسید. یه کامنت بذار دیگه. که تعادل روانی ندارم من. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما لایک رو برام بکوبید و در آخر حمایت از منم فراموش نشه. حتما خیلی خوشحال میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنید و به دوستاتون معرفی بکنید. پیج اینستاگرام من اینجا روی صفحه میاد، اگر دوست داشتید اونجا برید یه سر بزنید. ریلز خیلی خفن در سطح کومان براتون میذاریم. حتما اونجا ویدیوها رو یادتون نره و فراموش نکنید و حمایت بکنید. این هم بود از ویدیو امروزمون. تا یه ویدیو دیگه فعلا بای بای. مرسی که اینجا ویدیو رو دیدید. امیدوارم که کوروش و میا و ایمان بیان ویدیومون رو ببینن و کلی استقبال بکنن و خوششون بیاد. الکی اصلا چرا باید بیان ویدیوی منو ببینن؟ وای خدا بود. من خیلی دوست دارم برام الان یکی دیگه شمه. فوق‌العاده ای تو. خیلی خوبید، هر ستاتون خیلی خوبید. دمتون گرم.